Put your head on my دوست دختر من شاله شمارمو داره اما باباش نمیذاره چرا نمیذاری جانب من زنگ بزنه حال منو بپرسه جانه کی نمیذاره ما هم دیگه برسیم دوست دختر من جاله شمارمو داره اما باباش نمیذاره چرا نمیذاری شاله ببین کاسه اینجا مگه فکر کردی قطاره برو نشونی از اتاق برو تو ندارم باسه نکردم مادر کاسه برو مادر کاسه بیرون مادر کاسه برو بیرون. سلام، حالتون چطوره مشتیا؟ امیدوارم که همیشه خوب باشین. امروز یه آموزش خفن واسهتون آوردم که امیدوارم خوشتون بیاد. خب من این بیشاهو هستم و قراره دوباره با هم یه ربات واسه اکانت روبی کامون بسازیم. البته این دفعه فرق داره و ضد لینک نیست. که باهاش میتونین پیام‌هایی که ارسال میکنید رو متحرک و خفن کنید که همه پشماشون بریزه. میتونین باهاش ویس با صدای دختر بسازین و ملت رو باهاش ایستگاه کنید. اول از همه بریم قابلیت‌هاشو با هم ببینیم، پس با دقت تماشا کنید تا تو کار با دستوراتش به مشکل برنخورین. متحرک ساز متن که همون جور که دارید میبینید وقتی یه پیام ارسال میکنید تون تون واسهتون ویرایشش میزنه و به حالت متحرک و خفن درش میاره. واسه این کار فقط کافیه اول متن یه نقطه بذارید و ارسال کنید. پینگ. با ارسال کلمه پینگ میتونین سرعت اینترنتتون رو ببینین. هوش مصنوعی. فقط کافیه اول سوالتون یه علامت مثبت بذارین تا هوش مصنوعی بهتون جواب بده. متن به وایس. برای تبدیل متن به صدای دختر هم فقط باید اول متن دستور وایس رو با یه فاصله بنویسید. و اگه این متن رو پیامی ریپ بزنین وقتی ویس ارسال بشه رو همون پیام ریپ میزنه و حالا با هم صداشو میشنویم. پنجره ها خزیده بودن، صبح بود و نور آفتاب کادرهای شبکه پنجره ها را در هم فشرده بود، طوری که پیدا کردن یک برخی از اطار مادر حیات نیز نمیتوانست پنجره ها را دید. دانلود آهنگ. با این قابلیت هم شما میتونین هر آهنگی که دوست دارین رو پیدا کنین. فقط کافیه اول اسم آهنگ یا خواننده دستور میوزیک رو با یه فاصله بنویسین. ممکنه یکم طول بکشه که بستگی به سرعت اینترنت و حجم آهنگ داره. خب حالا من یه آهنگ خیلی خفن از گروه بیتیس رو خواستم که واسم فرستاد، بریم با هم گوش بدیم. باگ کردن چت. با این قابلیت هم شما میتونین با دوستاتون شوخی کنید و با ارسال دستور باگ پیوی یا گروه ها رو کاری کنید که دیگه پیام هاشون بالا نیاد. دقت کنید که این باگ فقط تو پیوی و گروه هایی که تایمرشون بیشتر از 10 ثانیه نیست کار میکنه، ولی اگه حمایت کنید و دودلتون رو بکوبین رو لایک این ویدیو، باگ جدید بهش اضافه میکنم که کلان دیگه گروه به چوخ بره. و اما در آخر چند تا دستور دیگه هم داره، مثل قلب متحرک و ماه و غیره، که خودتون وقتی ربات رو فعال کردین میتونین با فرستادن کلمه راهنما تو هر جایی که دوست داشتین دستورات کامل این سلف رو ببینین. خب اگه راستشو بخواین دیگه حوصله ندارم هر دفعه از اول کار با برنامه پیدرو رو توضیح بدم، پس اگه کار با برنامه رو بلد نیستین حتما آخر آموزش قبلی رو ببینین و نصب این ربات با ربات قبلی هیچ فرقی نداره، فقط به جای اجرا کردن فایل بات باید فایل سلف رو که تو چنل تلگرامیمون واسطون قرار میدم ذخیره و اجرا کنید و مثل آموزش قبلی شمارتون رو وارد کنید و لاگین کنید. دوست دختر من
و در آخر نکته‌ای که خیلی مهمه، باید حتما وقتی با این پیام بنفش رنگ مواجه شدین، با این دکمه‌ای که دورش خط کشیدم از برنامه خارج بشین، چون اگه با دکمه برگشت گوشی برین بیرون ربات متوقف میشه و خیلی از دوستان این نکته رو رعایت نمی‌کنن، بعد میگن اصلا کار نمی‌کنه. اگه پیشنهاد و ایده‌ای دارین زیر همین ویدیو کامنت کنین و بنویسین دوست دارین ربات بعدی چی باشه و واسه کدوم پیام رسان و به غیر از ربات آموزش‌های خفن دیگه هم قرار گذاشته بشه. پس به کوب رو دکمه ساب تا ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشی و لایک این ویدیو هم یادت نره. مشتی اگه مشکلی انتقادی چیزی داشتی ایدین تو چنل تلگرام هست میتونین پیام بدین.